تا حالا اصلا به این فکر کردیم که شاید کلید یه زندگی بهتر اهمیت دادن کمتر باشه؟ عجیب به نظر میاد نه؟ امروز میخوایم بریم سراغ فلسفه جنجالی و تکون دهنده کتاب مارک منسون. یه نگاه کاملاً برعکس به مفهوم خوشبختی. پس بزن بریم. ببینید دور و بر ما پر از این پیام هاست. اینستاگرام، تلویزیون، همه جا. بهمون میگن خوشحال‌تر باش، سالم‌تر باش، پولدارتر باش، بی‌نقص باش. ولی خب پارادوکس ماجرا دقیقاً همینجاست. هرچی بیشتر بهمون میگن باید فوق‌العاده باشیم، ما بیشتر حس می‌کنیم که نیستیم. یعنی این فشار دائمی به جای اینکه بهمون انگیزه بده، انگار فقط ذره‌بین میذاره روی کمبودهای ما. و خب این حس کافی نبودن ما رو صاف میندازه توی دامی که منسن بهش میگه چرخی بازخورد جهنمی. این یه تله ذهنی خیلی عجیبه. مثلا شما مضطرب میشید، بعد به خاطر اینکه مضطرب شدید دوباره مضطرب میشید یا عصبانی میشید، بعد از خودتون عصبانی میشید که چرا عصبانی شدم. میبینید چی میشه؟ مغز ما به جای اینکه مشکل اصلی رو حل کنه، روی خود اون احساس منفی قفل میکنه و ما رو میکشونه توی یه گرداب بی‌پایان. خیلی خوب، پس چطوری باید از این چرخه جهنمی بیایم بیرون؟ جوابش توی یه ایده تقریباً انقلابی پیدا میشه که بهش میگن قانون معکوس. ایده خیلی ساده است. راه رسیدن به یه زندگی بهتر این نیست که به چیزهای بیشتری اهمیت بدی، بلکه اینه که به چیزهای کمتر ولی درست‌تر و مهمتر اهمیت بدی. این جمله از آلن واتس دقیقاً میزنه به قلب ماجرا. یه لحظه به این پارادوکس عمیق فکر کنید. وقتی شما وسواسگونه دنبال یه حس خوب میگردید، خود این تلاش یه حس بده. چرا؟ چون دائما داره بهتون یادآوری میکنه که هی تو الان اون حس خوب رو نداری. حالا برعکسش، وقتی یه تجربه منفی، مثلا غم یا شکست رو میپذیرید، به طرز خیلی عجیبی این خودش یه تجربه مثبته، چون دیگه با خودتون در جنگ نیستید، آزاد میشید. و این قانون باور کنید همه جا کار میکنه. ببینید هر چقدر بیشتر دنبال پول باشید احساس میکنید فقیرترید. هر چقدر بیشتر وسواس دارید که جذاب به نظر برسید احساس ناامنیتون بیشتر میشه. حالا سمت دیگه‌اش رو نگاه کنید. وقتی درد و سختی باشگاه رفتن رو قبول میکنید چی میشه؟ قوی‌تر میشید. وقتی با مشکلات توی رابطتون روبرو میشید چی میشه؟ اعتماد ساخته میشه. پس میبینید نتایج مثبت دقیقاً از دل پذیرش همین سختی‌ها در میاد. خب، اگه قبول کنیم که پذیرش سختی‌ها کلید ماجراست، این ما رو به یه نتیجه گیری خیلی جالب میرسونه. اینکه خوشبختی اصلاً یه مقصد نیست که یه روزی بهش برسیم و تمام. نه، خوشبختی فعالیته، یه فرایند همیشگی برای انتخاب کردن و حل کردن مشکلات. میدونید، ماها عادت کردیم خوشبختی رو مثل یه معادله ریاضی ببینیم، نه؟ شغل خوب به اضافه خونه خوب مساوی با شادی. ولی این فرمول کلاً اشتباهه. زندگی هیچ وقت بدون مشکل نمیشه. پس هدف این نیست که از شر همه مشکلات خلاص بشیم، چون غیر ممکنه. هدف اینه که یاد بگیریم چطوری مشکلات بهتری برای خودمون انتخاب کنیم. نکته کلیدی دقیقاً همینه. ببینید مشکلات هیچ وقت تموم نمیشن. اونا فقط یا عوض میشن یا یه جورایی آپگرید میشن. یه مثال بزنم، مشکل پول یه آدم بیخانمان با مشکل پول یه میلیاردر زمین تا آسمون فرق داره، ولی جفتشون به نوعی با پول درگیرن. پس خوشبختی واقعی از نبود مشکل نمیاد. از اون لذتی میاد که شما از حل کردن مشکلاتی که خودتون انتخاب کردید میبرید. خب، حالا سوال اینه، چطوری مشکلات بهتری انتخاب کنیم؟ جواب ساده است. همه چیز به ارزش‌های شما بستگی داره. به جدول نگاه کنید. اگه ارزش اصلی شما لذت‌جویی باشه، مشکلاتی که سر راهتون قرار میگیره چیزایی مثل اضطراب و سطحی نگریه. ولی اگه ارزش شما مثلا صداقت باشه، با مشکلات خوب روبرو میشید، مثل داشتن یه گفتگوی سخت و لازم. در نهایت این ارزش‌های شماست که کیفیت مشکلاتتون و خب کیفیت زندگیتون رو مشخص میکنه. بسیار خوب، حالا میرسیم به یه ایده واقعاً رهایی بخش، هرچند شاید اولش یکم بحث برانگیز به نظر بیاد. و اون ایده اینه، قدرت پذیرفتن معمولی بودن. این ایده که شما اصلاً نیازی ندارید که استثنایی باشید. یه لحظه فکر کنید، کافی اینستاگرام یا اخبار رو باز کنید، ما دائما داریم با موارد استثنایی بمباران میشیم، نه؟ یا موفق ترین آدم‌ها، یا زیباترین ها، یا از اون طرف فاجعه بارترین اتفاقها.
خب معلومه این چیزا توجه ما رو جلب میکنن، ولی تصویری که از زندگی به ما میدن یه تصویر کاملا غیر واقعیه. اما واقعیت آماری یه چیز دیگه است. اکثر ما توی اکثر کارها متوسط هستیم و این اصلاً چیز بدی نیست. این کاملاً طبیعیه. واقعیت زندگی بیشتر شبیه این منحنی زنگوله‌ایه، نه اون نقاط خیلی بالا یا خیلی پایین که توی رسانه‌ها می‌بینیم. و میدونید چیه؟ پذیرفتن این موضوع به طرز شگفت‌انگیزی رهایی بخشه. واقعاً. چون وقتی خودتون رو از زیر بار این فشار که باید استثنایی باشم خلاص می‌کنید، یهو فضا باز میشه. فضا برای لذت بردن از چیزای واقعی و ساده. یه دوستی خوب، یاد گرفتن یه مهارت جدید، کمک کردن به یه نفر دیگه. اون وقته که شما آزاد میشید تا دنبال اون چیزی برید که واقعاً برای خودتون مهمه، نه چیزی که فقط برای بقیه چشمگیر به نظر میاد. خب کم کم داریم به آخر بحث میرسیم و میخوام شما رو با یه سوال نهایی تنها بذارم. یه سوال خیلی مهم که به نظرم میتونه کل دیدگاهتون رو تغییر بده. ببینید، بیشتر کتابای خودیاری ازتون میپرسن از زندگی چی میخوای یا از چی میخوای لذت ببری. ولی راستش این سوال خیلی کم عمق و بیفایده است. میدونید چرا؟ چون جوابش برای همه تقریباً یکسانه. کیه که چیزای خوب و مثبت رو نخواد؟ همه میخوان. سوال واقعی، سوالی که خیلی قدرتمندتره اینه: حاضری چه دردی رو تحمل کنی؟ اینه اون سوالی که مسیر زندگی شما رو تعیین میکنه. چون برای رسیدن به هر هدف با ارزشی باید یه سختی رو به جون خرید. همه اون پاداش آخرش رو میخوان، ولی سوال اینه که آیا شما حاضرین اون هزینه، اون درد رو هم تحمل کنید؟ هویت شما، خوشبختی شما با چیزی تعریف میشه که حاضرین براش مبارزه کنین. کسی که اندام متناسبی داره، اون کسیه که درد و تلاش توی باشگاه رو انتخاب کرده. یه کارآفرین موفق، اون کسیه که ریسک و شکست‌های پشت سر هم رو به جون خریده. لذت اصلی توی خود این مسیره، توی خود این بالا رفتنه. پس این سوال رو ازتون میخوام که با خودتون داشته باشید. از خودتون بپرسید برای اون چیزی که واقعاً از ته دل میخوام، حاضرم چه دردی رو تحمل کنم؟ جواب شما به این سوال واقعاً میتونه همه چیز رو تغییر بده. ممنونم که تا اینجا با من همراه بودید.